برای تویی که مجردی شاید این موقعیت پیش بیاد. بری سر دیت و ازش خوشت نیاد. حالا چطوری؟ بهش بگی نه که محترمانه باشه. اولینو بگم که خیلی خوشحال میشم پیجمو فالو داشته باشی و پستامو دنبال کنی. بهتره که با یه متشکرم و خیلی لطف داری که میخوای با من بیشتر آشنا بشی صحبت رو شروع کنی و بهش بگی که باعث افتخارمه که دوست داری بیشتر منو بشناسی، ولی من فکر میکنم که تفاوت‌های ما خیلی زیاده و جواب من نه هستش. این نه قابل تغییر نیست و نمیخوام باعث ناراحتی بشم و یا باهاتون بحث کنم. لطفاً نه من رو بپذیرید و بعد از اینکه این جملاتو بهش گفتی بهتره که سکوت مطلق همراه با یک لبخند داشته باشی. بعد از اینکه سکوت کردی هر گونه بحث و جدلی که باهاش بکنی باعث میشه که اونو دعوت به معامله و چک و چونه زدن بکنی. پس روی نه خودت وایس و وارد بحث نشو، فقط سکوت مطلق.